اما مسئله سوم فی شروطها، شرطهای نماز. درباره شرطهای درست نماز، اینکه شرطهای نماز این در برگیرنده صحت و سلامت ماندن نماز بنده است. بدون این شرطها نماز بنده صحیح و درست نمیگردد. بارک الله فیکم. و شرطهای درست نماز 9 تا می باشند. اولا اسلام، فلا تصیح من کافر لبطلان عمله. اول نماز از شخص کافر پذیرفته نمی شود، بلکه از مسلمان پذیرفته می شود، زیرا کافر تمام اعمال او حبطه و باطل است. دوم عقل. نماز از شخص دیوانه که به عقل درست نمی گردد، زیرا او شخص دیوانه که به عقل مکلف شرعی نیست. سوم بلاغت، البلوغ. بر کودک تا به بلاغت نرسیده است بر او واجب نیست، ولی چگونه که در بالا ذکر کردیم از سن 7 سالگی بر نماز امر کرده می شود و در 10 سالگی اگر ترک نماز کرد پس ملامت کرده می شود. چگونه که در حدیثی که بیان کردیم که رسول الله فرمودند که مروا اولادکم بالصلاه ل7، فرزندان خود را از 7 سالگی امری بر نماز بکنید و ضربوهم علیها ل10، اگر 10 سالش نماز نخوانند آنها را بزنید. و چهارم طهارت و پاکیزگی از 2 حدثین، حدث اکبر و حدث اصغر، خرد و بزرگ. یعنی شخص باید از حدث خرد و حدث بزرگ که هست، حدث خرد این بی‌وضوئی رو میگویند، حدث بزرگ حالت جنابت رو میگویند که در اول کتاب بیان کرده بودیم. از انسان قبول نمیشد اگر که در حدث باشد. و دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنه است که فرمودند که رضی الله عنهما لا يقبل الله صلاة بغیر طهور. الله نماز بی طهارت رو نمیپذیرد و قبول هم نمیکند، گفتن صلی الله علیه و سلم. این حدیث رو مسلم تحت رقم 224 روایت کردند. پس این مسائل خیلی مهم است. و پنجم از شرط های نماز فرا رسیدن وقت نمازهایی که انسان در وقتش آنها را باید ادا نماید، چون الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز به درستی که بر مؤمنان در وقتهای معین شده فرض قرار داده شد. سوره نساء آیت 3. و در حدیث جبرائیل علیه السلام گفتن ما بین هذین وقتین وقت، گفتن میان این 2 وقت برای هر نماز وقت هست. پس نماز پیش از وقتش خوانده شود یا که بعد از وقتش خوانده شود بدون عذر از انسان پذیرفته نمی شود، عذر شرعی که در صفت نماز پیامبر ما اینها را با تفصیل بیان کرده بودیم. ششم، یکی از شرط های درست نماز پوشانیدن عورت است. پوشاندن عورت که در این قدرت لازم است، یعنی با شرطی که انسان قادر باشد آن چیزی را که آن بدنی که برای او پوشاندنش واجب است آن مکان را بپوشاند، که بدن انسان، پوست بدن انسان نمایان نباشد، لباس انسان تنک و چسبیده در بدنش نباشد. چون الله سبحانه و تعالی میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم زینت خود را در نزد هر مسجد بگیرید. سوره اعراف آیت 31. یعنی لباس مناسب و پوشیده و محکم داشته باشد، نه تنک باشد نه چسبیده، و لباس تازه هم باشد از برای عبادت الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الله نماز زن حیضدار را نمیپذیرد و همچنین بدون رویمال، بدون خمار نیز نماز زن پذیرفته نمیشود. یعنی زن باید سر و گردن خود را بپوشاند و عورت مرد باشد از ناف تا زیر زانو است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حدیث جابر است رضی الله عنه که فرمودند اذا صلیت فی ثوب واحد، اگر در یک لباس نماز خواندی فان کان واسعا فالتحف به، اگر واسع باشد آن را با خود بپیچ، در خود بپیچان، و ان کان ضیقا فاتزر به، اگر تنگ باشد این لباس آن را کمربند قرار بده و مثل ازار، یعنی که عورت خود را بپوشان، محکم نما. بارک الله فیکم. و بهتر اولاتر است این که مرد چیز برای شانه اش نیز داشته باشد، یعنی کتفها محکم باشد، لباسی را بپوشد که کتفهاش محکم شود. مایکه روا نیست اما فوتبالکه ها روا هست، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن مردی که در بالای شانه هایش چیزی نیست من کردند، اما عورت زن تمام بدن زن عورت است غیر از روی و کفان دست. اینم هنگامی که در وقت محرم خود نماز میگذارد.
اما اگر در نزد نامحرم ها نماز بخواند باید همه بدنش را بپوشاند. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند المرأة عوره، زن این خود عورت است. و همچنین فرمودند لا یقبل الله صلاة الحائض ولا الا بخمار، گفتن که الله نماز زنی که در حالت حیض قرار دارد آن نمیپذیرد و همچنین زنی که بدون خمار نماز میگذارد، بدون ریبال نماز میگذارد. هفتم از شرط های نماز اجتناب النجاسه فی بدنه و ثوبه و بقعته. پس شرط هفتم از شرط های نماز پاک بودن بدن و لباس و آن مکانی که تو نماز میگذاری، جای نمازگذاری از نجاسات و هر پلیدی که هست با آن قدر توانایی که دارد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که در سوره مدثر آیه 4 میفرماید استعیذ بالله و ثیابک فطهر، لباسهایت را پاک نگاه بدار، پاک بساز. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این حدیث را در قطنی در مجلد اول صفحه 97 تحت رقم 453 روایت کردن که این حدیث رو البانی هم تحت رقم 280 گفتن تنزه عن البول، گفتن از پیشاب خودداری نمایید، خودداری کنید. فإن عامة عذاب القبر منه، بدرستی که بیشتری از عذاب قبر از این چیز است، اینکه از پیشاب که هنگامی که پاکیزه کردن نمیشود. و حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دختر ابوبکر اسماء گفته است تحته ثم تقرصه بالماء، یعنی در مسئله خون حیض آن را بخراش، تازه کن و سپس بر بالای آن آب بریز، ثم تنضحه، سپس آن را بشک، ثم تصلی فیه، سپس که پاکیزه شد پس بر وی نماز بخوان گفتند. و همچنین هنگامی بول کردن، پیشاب کردن، یک اعرابی در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم چی گفتن رسول؟ گفتن عریق علی بوله سجلا من الماء، زن در بالای پیشاب و یک سطل از آب را بریزید، یک سطل از آب را گفتن در بالای وی پیشاب وی بریزید. روایت بخاری تحت رقم 220. و قسمت هشتم از شرط های نماز رو آوردن به جانب قبله اگر توان آن را داشته باشد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که در سوره بقره آیه 144 میفرماید فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را به سمت مسجد الحرام قرار ده، بگردان. و در حدیثی که روایت شده است اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله، که رسول الله فرمودند هنگامی که به سوی نماز برخاستی طهارت را کامل نما، طهارت پورا کن و به سوی قبله روی بیاور گفتند، و سوی قبله روی بیاور. این حدیث را بخاری تحت رقم 6251 و مسلم 397 ذکر و یادآوری کردند. نهم این نیت است و هیچگاه از انسان ساقط نمیگردد و محل آن قلب است. و دلیل آن حدیث عمر رضی الله عنه گفتند که انما الاعمال بالنیات، به درستی که تمام اعمال انسان، عملهای انسان با نیت آن وابستگی دارد و جای و مکان نیت این قلب است، دل است. و حقیقت آن باشد قصد و اراده انجام عمل است. و لفظ کردن با زبان تلفظ کردن آن مشروع یعنی جایز نیست، بلکه بدعت است، زیرا نه از رسول الله ثابت است نه از صحابگان کرام ثابت است. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود در زمان ما هم دین شده نمیتواند. چگونه چیزی که در زمان آنها نبود نه الله بیان کرد نه رسول الله بیان کرد نه صحابه کردن امروز وای دین شده میتواند. کمی اگر انسان بیاندیشد راه حل را پیدا میکند، راه هدایت را پیدا مینماید. بارک الله فیک. این بود شرط های نماز که شرط های نماز گفته 9 تا است. یکم اسلام، از کافر پذیرفته نمیشود. دوم عقل، از مجنون دیوانه پذیرفته نمیشود. سوم بلوغ، به بلاغت رسیدن، به رشد رسیدن. از صبی پذیرفته میشود، از کودکی که هوش و عقل و درک دارد پذیرفته میشود و اجر پاداش برای پدر و مادرش میاد. طهارت، پاکیزگی از حدثین، حدث اکبر و حدث اصغر، از پلیدی ها پاکیزه نمودن. داخل شدن وقت هایی که معین شده است و ستر عورت اگر انسان قدرت توانایی پوشیدن خود داشته باشد برای مردان زنها و دور جستن از نجاست ها در بدن، در لباس، در مکان و استقبال قبله اگر قدرت توانایی آن داشته باشد. و نهم نیت. این بود شرط های نماز که شرط ها پیش از داخل شدن به سوی نماز است یا صورت بگیرند. پیش از داخل شدن به سوی نماز باید این شرط های نماز صورت بگیرند. اگر یکی از این شرط های نماز فوتید پس نماز انسان صحیح و درست نمیگردد، اگر انسان اینها را از روی دانش انجام بدهد. بارک الله فیکم.